پنجشنبه گذشته عده‌ای جوان که دور هم در یکی از باغ‌های اصفهان به نام باغ بهادران جمع شده بودند توسط حمله وحشیانه نیروهای انتظامی به کلانتری منتقل میشن و اتهامات مختلفی به اونها زده میشه، از جمله اتهام لواط یا همجنسگرایی. به عنوان سفیر سازمان بلو هارتس آف ایران این دستگیری رو نقض حقوق بشر اعلام میکنم، چرا که حق داشتن حریم خصوصی جزء حقوق پایه‌ای بشر. ضمن اینکه خواستار آزادی هرچه سریعتر این بچه‌ها هستند، از خانواده‌های دستگیر شدگان تقاضا میکنم به جای سکوت این نقض حقوق بشر رو به سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و عفو بین‌الملل برسونن تا هرچه سریعتر بچه‌ها آزاد بشن. هر گونه فشار، تحقیر و آزار روحی که بر روی این بچه‌ها در زندان اعمال بشه رو من به شخصه محکوم میکنم. چنانچه نیازمند مشاوره مدنی، قضایی، حقوقی هستید میتونید به اینستاگرام من دایرکت